قرائت شاهاثر علامه باباجان غفورов تاجیکان، تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. گفتاری 58. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. انجام پروسس تشکل خلق تاجیک و سازمان دولتی او، دولت تاپریان، صفاریان و سامانیان، عصرهای 9 و 10. در سال 997 نوح دو و سبکتیگین وفات کردند. پسری نوح دو، منصور ابن نوح، سالهای 997-992 تماما در تحت تأثیر محمود غزنوی بود. حاکمان نیشاپور، بیکتوزون و فایق که به قرخانی ها گپ داده بودند، از تا رفت نزدیکتر شدن مناسبت منصور ابن نوح و محمود به هراس افتاده، به چشمان منصور نیل کشیدند و او به زودی در سال 999 وفات کرد. با اصرار بیکتوزون و فایق، برادری منصور عبدالملیک دو ابن نوح به تخت نشست. محمود غزنوی با بهانه گرفتن انتقام منصور با لشکر خود به دربار سامانیان حرکت کرد و امیر سامانی را مجبور نمود که قسمت شمالی افغانستان امروزه را به اختیار او بسپارد. پس از چند وقت محمود غزنوی به تمام خراسان صاحب شد. در دست عبدالملیک ابن نوح سامانی تنها ماوراء النهر ماند. ولی دیری نگذشته در خود همان سال 999 در نتیجه ضربه نو قرخانی ها این تکیهگاه آخرین نیز از پا افتاد. خان قرخانیان نصری الاک خان پایتخت دولت سامانی شهر بخارا را ضبط نموده، عبدالملیک و دیگر نمایندگان خاندان سلطنتی را حبس کرد. هلال الصبی که اولین بار حکایت او را رازین از دستنویسی پیدا کرده دسترس عموم گردانید، در این باره مختصراً ولی خیلی واضح و روشن نقل نموده است. شاهد واقعه چنین می آورد: وقتی که لشکری خان سر در آورد، من در بخارا بودم. آن وقت خطیبان سامانی به منبر مسجدهای جامی برآمده مردم را به جهاد دعوت می کردند و از نام سامانیان می گفتند آخر شما می دانید که ما چطور به شما مناسبت خوب داشتیم و چطور با نرمی معامله می کردیم. اینک اکنون دشمن به ما تهدید می کند. شما را لازم است که به ما یاری کنید و برای ما بجنگید. برای به ما مدد رساندن و پشتیبانی کردن از خدا برکت بخواهید. قسم زیادی اهالی بخارا و مثل عموما ساکنان ماوراء النهر با خود سلاح دارند. مردم این را شنیده به نزد آنهایی که فقیه میخوانند رفتند و خواهش کردند که در بابت جنگ کردن یا نکردن به آنها فتوا دهند. لیکن آنان جنگیدن را منع کرده گفتند اگر خانیان با سامانیان در راه دین و مذهب نظامی داشتند، بر ضد آنها جنگیدن ثواب می بود. چون حالا بین آنها در تلاش نعمت دنیا زد و خورد به عمل آمده است، خود را نابود کردن و سر به تیغ دادن مسلمان گناه است. طریق زندگی این مردم یعنی خانیان خیلی خوب و اعتقاد آنها بی‌نقص است. بنابراین بهتر است از همه گونه مداخله خودداری کرد. این بود یکی از سبب‌های اساسی حاکمیت را غصب کردن خانیان و فرار و نزول سامانیان. برتولد در وقتش درست قید کرده بود:
درباره یگان مقاومتی که در وقتی از اسفیجاب به سمرقند و بخارا حرکت کردن بغراخان و هنگام پایتخت سامانیان را اشغال نمودن او به عمل آمده باشد، در سرچشمه ها چیزی گفته نمی شود. از احتمال دور نیست که مردمی از نزاع و کشمکش های دائمی بسیارتر اذیت دیده به تبدلات سلالوی خونسردانه و بی‌پروایانه نظر نموده است. به همین طریق دولت سامانی تماماً از بین رفت. چنانکه در جریان واقعه های این باب مشاهده کرده شد، پیش از همه مبارزه های تند و تیز صنفی و این چنین مقابلت های بین فیادلان و حکومت مرکزی، ناسازی های میان پادشاهان سامانی و سرکرده های حربی ترک، ضدیت های بین نمایندگان دربار و مأموران دیوان ها که روز تا روز شدیدتر می گردیدند، دولت سامانی را ضعیف نموده به درجه آورده رساندند که در آخرهای عصر 10 از اقتدار آن تنها نام باقی مانده بود. در چنین یک شرایطی که فیادلان محلی نسبت به همدیگر دشمنانه رفتار نموده، بر ضد اقدامات حکومت مرکزی با یراق و اسلحه مبارزه می بردند و از اطاعت سرکشی می کردند، البته سامانیان برای دفع هجوم استیلاگران خارجی هیچ یک قوه‌ای را پیش گذاشتن نمی توانستند. عامه خلق ماوراء النهر که از اندازهای زیاد به جان آمده بارها به مقابل سامانیان شورش کرده بودند، نیز آنها را حمایت نکردند. گواردیای ترکی یگانه تکیه‌گاه تاج و تخت حساب می یافت، عقبگاهی مستحکم نداشت و از این رو به دفع کردن حمله دشمن عاجز بود. این است که سامانیان به هجوم خارجی مقاومت کردن نتوانسته از میدان سیاست و مملکت داری بیرون رفتند. انجام پروسس تشکل خلق تاجیک و سازمان دولتی او، دولت تاپریان، صفاریان و سامانیان، عصرهای 9 و 10. خواجگی، مدنیت مادی، مناسبت‌های اجتماعی و اقتصادی. خواجگی قشلاق. اکثر اهل مهنت مشغول زراعت و چارواداری بود. زراعت آبی در آسیای میانه و در خراسان به غایت رونق رسید. شبکه پروسعت انهار و کانال‌ها و انشاءات مرکب آبیاری ثمره زراعت را نهایت افزون گرداندند. برای توصیف خواجگی این دوره تعیین همین جهت خیلی مهم می باشد که در عصرهای 9-10 نسبت به دوره‌های پیشینه در مقدار زمین‌های کشت و شماره انشاءات آبیاری تغییراتی به نظر نمایان شده بود یعنی از بس که در عصرهای 9-10 دولت‌های کلان متشکل تأسیس یافتند، به همین سبب برای ساختمان انشاءات‌های کلان آبیاری هم امکانیت فراهم آمد و چنین امکانیت در دوره‌های پیش از آغاز اصطلاح عرب‌ها وجود نداشت، زیرا آسیای میانه و بسیار ملک‌های علاهیده اکثراً نهایت خرد تقسیم شده بود. به این سبب می بایست که رونق و رواج زراعت آبی در عصرهای 9-10 نسبت به عصرهای 6-7 به دوره نو به دوره خیلی بلندتر می برآمد. ولی برای اثبات این دعوا مدرکاتی کنکریت در دست نداریم. مثلا الحال فقط همینش معلوم که در عهد خلیفه معتصم 833-842 در شاش کانال نو کنده بودند. این چنین طرز اداره شبکه های کلان آبیاری نیز دیگر گشته، این گونه شبکه ها را از یک جا اداره می کردگی شدند. مثلا چنین معلومات به دست آمده است که در حوزه مرغاب و این چنین در حوزه زرفشان تمام شبکه آبیاری در اختیار یک کس بود.
هنوز در عهد عبدالله ابن طاهر 830-844 در باب تنظیم استفاده کاریزها قانونهای مخصوص قبول شده بودند، ولی این معلومات‌های پراکنده امکان نمی‌دهند که درجه رونق و رواج زراعت آبی در این دو دوره با هم دیگر مقایسه و تحلیل کرده شوند و آن دیگرگونه‌ای که بیشک در عصرهای 9-10 جای داشتند معلوم گردند. اما امید هست که به طفیل در وقتهای آخر خیلی اوج گرفتن حفریات ساحه تاریخ آبیاری و این چنین تدقیق حجتهای قدیمی صنایع انیقتری ساختمان یا خود تعمیر مکملی بسیار کانالها را معین کردن ممکن می شود. الحال ما می توانیم درباره زراعت آبی عصرهای 9-10 آسیای میانه و خراسان فقط همان توصیفات را ذکر نماییم که برتال در اساس مدرکات خطی با مهنت و مشقت زیاد جمع آورده بود. بعدتر به این معلومات برتال معلومات دیگر محققان جمع گردید که دیگر جایهای این ناحیه را تدقیق کردند. دو کلانترین دریای آسیای میانه امو غیر از پایاناب آن که در واحه خوارزم واقع است و سیر بیواسطه برای آبیاری قریب استفاده نمی شدند و آب را نه از خود دریا بلکه اساساً از شاخاب‌های آنها می گرفتند. قسم اساسی زمین‌های آبی در وادی‌های شاخاب‌های شمالی امو و پنج، سرخاب، کافرنهان، وخش و غیره جای گرفته بودند. به قول مقدسی از سرخاب قدر آب می گرفتند که بعضا دریا تا امو نمی رسیده است. موافق معلومات مأخذها در ناحیه‌های پایانابی امو در بین ترمیز و آمل تنها واحه‌های خردی جداگانه وجود داشتند که در اطراف شهرچه‌های قریب عبورگاه واقع بودند و آب را به واسطه کانال از خود امو می گرفتند. عموماً از روی شهادت استخری از آب امو فقط خوارزم بهره می برداشته است. آب سیر نیز برای آبیاری خیلی کم به کار می رفت. زمین‌های حاصلخیزی فرغانه فقط از شاخاب‌های آن آب می گرفتند. آبی بعضی شاخاب‌های دریا پرره برای آبیاری صرف می شد و تا به خودی سیر نمی رسید. گیوگراف‌های عرب از آب تأمین بودن شهر و دیهات فرغانه را مکمل به قلم داده بارها نهر و حوض‌های پر آب و باغات شاداب را ذکر کردند. در عصر 10 در حوزه سیر آبادترین جا وادی دریاهای ایلاک، آهنگران و پرک چارگیز حساب می شد. در تمام ماوراءالنهر دیگر یگان محله نبود که شهر و دیهات در یک مساحت خرد اینقدر زیچ جای گرفته باشد. محض در نیمه اولی عصر 9 در اینجا کانال نوی کلان ساخته شد. شبکه آبیاری حوزه زرفشان پیش از اصطلاح عرب‌ها هم به درجه مکمل و پرثمر بود که در دوره‌های من بعد هم بسیار تغییر نیافت. برای دوام کردن کار شبکه مذکور کفایه بود که به کانال‌های موجوده اندک نگاه و بین کنند، کانال‌های موقت از کارمانده را به کار درآورند و بعضاً به سبب پس شدن سطح آب دریا جای سری کانال را دیگر کنند و غیره. اکثر وقت بعدی از نو به کار انداختن کانال کهنه نام آن هم دیگر می شد. مثل دوره‌های پیشینه در عصر 10 هم اساس شبکه آبیاری زرفشان درغات ورخسر بود. از این درغات 3 کانال سر شده تمام زمین‌های جنوبی سمرقند را شاداب می‌نمود. 3 کانال دیگری شمالی از ساحل دیگری زرفشان از روبروی ورخسر آب می‌گرفت. ناحیه سمرقند از جهت حاصلخیزی واحه یگانه دانسته می‌شد. یکی از والیان عرب سال 720-21 نماند که لشکری وی دشمن را تعقیب کنان به سوق درآید تا اینکه مبادا بوستان امیر المسلمین یعنی خلیفه ضرر یابد.
واحه بخارا هم انهار و کانال‌های سیرشماری سیراب داشت. شبکه آبیاری حوزه مرغاب را نیز قید کردن لازم است که در آن دوره‌ها خیلی مکمل بود. روایتی هست که شماره کارکنان این شبکه گویا به 10,000 نفر می رسیده است. زمین‌ها در آسیای میانه و خراسان اساساً به واسطه کانال‌های آبیاری می شدند که از دریا آب گرفته به طور مقرری ساخته می شدند. ولی دیگر طرزهای آبیاری نیز وجود داشت. اگر سطح زمین به کندن کانال مقرری امکان ندهد، در آن صورت کاریز می ساختند. اگر زمین در جایی بلند باشد، آب را به آنجا به واسطه چیغیر می برآوردند و چرخ چیغیر را عادتاً با یاری شتر می گرداندند. در محلهای دامن کوه عادتاً سایها را بسته در غاد می ساختند و آبی بهاران را جمع کرده تابستان استفاده می بردند. ولی باید گفت که زمینهای للمی هم کم نبودند. حتی در واحه‌های سیراب مثلا در مرغاب و زرفشان آنقدر زمینهای للمی بودند که حاصل آنها یک شهری کلان یا خود دیهاتی بسیاری را پره تأمین می نمود. در جایهای دیگر زمینهای للمی برای همین بودند که آب نمی رسید. مثلا در پایاناب هریرود برای آبیاری آب نمی رسید. به این سبب در این جایها بیشتر چارواداری رواج یافت. در آن جایهایی که آب دریا خصوصا در فصل گرم سال کمی می کرد، برای آبیاری باغ و پالیزها از آبی چاهها استفاده می بردند. مأخذهای خطی عصرهای 9 و 10 درباره شغل زراعتکاران مضافات و ناحیه‌های گوناگون به تفصیل معلومات داده، اکثر وقت مخصوص قید می نمایند که این یا آن محل با کدام نمود زراعت نام برآورده است. مثل دوره‌های پیشینه در این دوره هم کشتی غله در جای یکم بود. پختکاری نیز خیلی رونق و رواج داشت. در این بابت آسیای میانه در تمام شرق نزدیک و میانه موقعی مخصوص را اشغال می کرد. بیهوده نیست که دیگر ولایت و شهرهای خلافت محض از آسیای میانه به مقداری کلان گزوارهای پختگی می گرفت. از همه بیشتر در ولایت مرو پخته اینجا موافق معلومات مأخذها چنان خوش صفت بوده است که به صفت نمونه خدمت می کرده است. در اطراف سمرقند، بخارا، در شاش، اینچنین در دیگر جایها پخته می کشتند. باغها، تاگزارها، پالیزها در اطراف شهرها میدانهای بزرگ را اشغال می کردند. بعضی نوعهای میوه، انگور و سبزوات خیلی دور از حدود دولت سامانیان شهرت داشت. در بعضی جایها روین و زعفران بر این زراعت نادیر پرورش می کردند. طبیعی است که زراعتکاران چاروا هم داشتند. در مأخذها اشارت می رود که حتی در اطراف شهرهای کلان چراگاه‌های سیر علف را دیدن ممکن بود. ولی چارواداری همچون ساحه مخصوص خواجگی هم وجود داشت و علل خصوص در خواجگی محلهای دشتی و کوهی خیلی انکشاف یافته بود. ولی قید کردن لازم که یک خودی چارواداری احتیاجات اهالی را پره تأمین کردن نمی توانست. به این سبب داد و گریفت با چارواداران کوچمنچی که در شمال و شرقتر دولت سامانیان مسکون بودند اهمیت کلان داشت. انجام پروسس تشکل خلق تاجیک و سازمان دولتی او، دولت تاپریان، صفاریان و سامانیان، عصرهای 9 و 10. استحصال معدن و کوهکاری. استحصال معدن نیز خیلی رونق گرفت. در فرغانه آهن، قلعه، نقره، سیماب، میس، سرب و اینچنین موم، سنگ پخته، فیروزه، نوشادیر و غیره استحصال می کردند. از قرمزار، از قریبی خوجند نقره زیاد می گرفتند و این کان با نام کوه سیم مشهور است. گیوگرافی عرب
ابن هوکل نوشته است که در استروشن در قریبی شهر مرسمنده و در روستاکی مینک آهن استحصال کرده می شد. محصول این کان نه فقط احتیاجات فرغانه را تأمین می کرد بلکه به خراسان و عراق هم کشانده می شد. در کتاب حدود العالم گفته می شود که هر سال در مرسمنده بازاری کلانی می شد و از همان جا به گرد و اطراف اشیای آهنی پهن می گشت. مورخ عرب الاستخری در اسفره بودن کانهای کلان انگیشت را قید کرده می نویسد که آنجا کوهی هست از سنگ سیاه و آن سنگ سیاه مثل انگیشت می سوزد. خود همین مورخ قید می کند که در عصر 10 در آسیای میانه در کار حربی نفت بسیار استفاده می شد. مثلا هنگام محاصره قلعه به درون آن ظرفهای سوزانی نفت پرتافته شهر را آتش می زدند. ناحیه های بالا آبی زرفشان مرکز استحصال آهن، طلا، نقره، زاک و درواز و روشان و شغنان و بدخشان مرکز استحصال طلا، نقره، لعل، لاجورد دانسته می شد. در خوجستان نام جای حاضره‌ای پسیالکه‌ای سالپرامی ریان اشت نمک استخراج نموده و با آن اهالی شاش، خوجند و دیگر شهرها را تأمین می کردند. تمامی سرزمین آسیای میانه به تفصیل تدقیق کرده شده بود و در این کار هیچ یک شرایط طبیعی مانع نشد. استحصال معدن حتی در پامیر شرقی در کوه بازاردرا رونق داشت. در این محل باششگاه بزرگی استحصال و استخراج و خرید و فروش معدن وجود داشت که آن را ارخئولوگ بوبناو تدقیق کرده است. شاید این محل خود همان سمرقند باشد که در مأخذهای خطی نامبر شده است. حجتهای خطی که از این ناحیه به دست آمدند انیق و دقیق شهادت می دهند که هم در عصرهای میانه و هم در دوره‌های خیلی قدیمتر از این در پامیر شرقی فقط نماینده های خلقهای آسیای میانه ساکن بودند. با طفیل تحقیقات مفصل ارخئولوژی و گئولوژی ما الحال انیق تصور کرده می توانیم که اوضاع حقیقی کوهکاری عصرهای 9-10 چگونه بود. معدنشناس و کوهکاران تاجیک صاحب تجربه بای چندین عصره بودند و در همان شرایط وزنین و دشوار تمام آن علامت و نشانه هایی را که به وجود این یا آن معدن دلالت می کند مکمل می دانستند و چنان کانهایی را کشف کردند که حتی گئولوگ های امروزه را در حیرت می گذارد. وابسته به نوع و نمود و شرح و موقع معدن کانهای خرد و یا کانهای کلان ساخته می شد. بعضن کانها چنان کلان می شدند که حاضر هم کس را در حیرت می گذارند. مثلا چنینند کان منصور، کان گوت و غیره. برای استخراج معدن اول چاه‌های چقوری راست یا مائل می کافتند. از این چاه بعد خودی نقب کنده می شد که آن طالب معدن رفته می رسید. اگر معدن روی یک جای گرفته باشد قبط خاکی بالای آن را گرفته پرتافته با اصول کشاد استخراج می کردند. بعضی کانها خیلی چقور شده می رفتند. مثلا در تاجیکستان کان عصر میانگی کشف شد که چقوریش از 250 متر بیشتر است. برای معدن کنی عادتاً اصول آتشکن استفاده می شد، یعنی معدن را با یاری آتش می کندند. برای این در تکی دیواری که معدن دارد گلخن گرانده آن را می تصفاندند. همین که سخت تصفید به بالایش آب می ریختند. پس از چندین بار تکرار شدن این کار سختترین جنس کوهی کفیده جدا می شد و بعد این کندن آن کاری مشکل نبود. آلات معدن کنی هم وابسته به سختی و مستحکمی آن هر خیل می شد. اساساً در آن دوره ها
فانه‌های چوبین و آهنی، زاغنول و میتین‌های دستدار و بی دسته، کلند و بیل، تیشه و تبر، پتک و بالغه بر این چیزها را کار می فرمودند. کوهکاران عصر میانگی تاجیک برای صرفه مهنت و آسانی کار فقط همان خاکی را کنده بیرون می پرتافتند که پیش معدن را گرفته باشد و برای پیش رفتن امکان شود. به این سبب تمام آن چاه و نقب‌های کانهای قدیمه بی نهایت کج و کلیب و پیچ در پیچ می باشند و از بعضی جایهای نقب فقط خزیده گذشتن ممکن است. در عین زمان چنین حالت جالب دقت است که کانها با حوصله تمام کنده معدن آنها پاکیزه استخراج کرده می شود. اکثر وقت سقف کان را با تیرگک مستحکم نمی کردند، ولی از بسیار کانها تیرگک های قدیمی یافت شدند. مثلا چنین تیرگک ها در کان منصور یافت شدند که از این کان در عصرهای 9 و 10 معدن می گرفتند. نبودن تیرگک در اکثر کانها معنای آن را نداشت که به این کار عقل کوهکاران آن دوره نمی رسید، بلکه سبب اساسی شرایط اجتماعی و اقتصادی آن زمانه بود. یعنی حیاتی کوهکار یگان ارزش نداشت و تیرگک فقط به همین شرط مانده می شد که بی تیرگک چقور کندن کان هیچ امکان نداشته باشد. برای اثبات مهارت و سواد بلند تکنیکی کوهکاران قدیمی تاجیک ذکری همین یک مثال کفایه است که الکی در همان دوره ها تیرگک های چندر نام نوع تیرگکمانی استفاده می شد که آن را علمی حاضره هم توصیه می کند و محض همین اصول تیرگکمانی وزن فشار خاک را برداشته سقف کان را مستحکم نگاه می دارد. درون کان را با چراغ سیاه روشن می کردند. هوای آن با چند اصول تازه کرده می شد. اساساً حرکت طبیعی جریان هوا را استفاده می بردند و قانونی از درون کان بیرون شدن هوای ویران که بعدتر بار اول لامانوسوف کشف کرده است به کوهکاری عصر میانگی تاجیک معلوم بود. برای دیگر کردن هوای کان دیگر اصولها را نیز کار می فرمودند. مثلا در لبی درآمدگاه کان تخته های مخصوص می شناندند که آنها دمی شمال را گردانده آن را به درون این کان روانه می کرد. از افتکار در همان دوره ها هم اصول زوراً دیگر کردن هوای درون کان استفاده برده می شد. انجام پروسس تشکل خلق تاجیک و سازمان دولتی او، دولت تاپریان، صفاریان و سامانیان، عصرهای 9 و 10. شما گفتار 58 را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجمکولов خواند. کارگردان شیرعلی نغزلی.